درود و ارادت، شما رو دعوت میکنم به 10 فکت تاریخی جذاب. فکت شماره 1: تصویر جالب از ادای احترام سربازا تو جنگ جهانی اول به اسب‌های کشته شده. جالب اینجاست که بدونید 8 میلیون اسب در جنگ جهانی اول از پای در اومدن. حالا جالبتر اینجاست که همین انسان‌ها که میلیون ها همنوع خودشون رو از بین بردن دارن برای 8 میلیون اسب از پا در اومده ادای احترام میکنن. فکت شماره 2: تفنگ محبوب صدام حسین تو موزه های تهران. جنگ تحمیلی با شلیک این تفنگ آغاز شد و 8 سال جنگ رو در پی داشت. بریم سراغ فکت شماره 3. با دیدن این خانوم من اول فکر کردم که ایشون معدنچی و توی معدن کار میکنه. بعد دیدم نه، ایشون اولین متخصص بیهوشی تاریخه، خانم ماتیلدا کرافورد. ایشون نمیدونم با پد که توی دستش بیهوش میکرده یا طرف اینو میدیده بیهوش میشده. خلاصه ایشون اولین متخصص بیهوشی تاریخ. فکت شماره 4: این عکسی که میبینید توی خرداد سال 1286 اولین چاه نفت ایرانه که اولین چاه نفت خاورمیانه به شمار رفت که اسمشو گذاشتن چاه شماره 1. حالا این چاه توی مسجد سلیمان حفر شد و بعد از اون چاهای دیگه همجوری پشت سر هم کشف شد. فکت شماره 5: این عکس مربوط میشه به سال 1908 میلادی توی مسجد سلیمان که مربوط به اولین فرودگاه و نخستین فرودگاه تو خاورمیانه. جالب اینجاست این فرودگاه به خاطر امتیازی که به چاه نفت داشته بنا شده و افتتاح شده. حالا شما ببینید نفت که باشه فرودگاه افتتاح میشه، فرودگاه افتتاح میشه توریست میاد، توریست که بیاد چی میاد؟ سرمایه میاد. حالا نمیدونم چرا کشور ما اینجوری از لحاظ اقتصادی ضعیفه، دیگه به ما ربطی نداره. اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومد که ویدیو رو لایک کن و کانال ما رو سابسکرایب کن تا گممون نکنی. فکت شماره 6: میدونستید علامت مساوی چرا اختراع شد و در چه سالی اختراع شد؟ علامت مساوی تو سال 1557 به دست ریاضیدان اهل کشور ولز به نام رابرت ریکورد اختراع شد، چون از بارها و بارها نوشتن جمله برابر است با خسته شده بود. با فکت شماره 7 بریم به دوره قاجار. عکسی که میبینید یه نکته داره، نکتهش هم پاچه خاریه. پاچه خاری که ما امروز استفاده میکنیم از اونجا نشأت گرفته. خاراندن پاچه مظفرالدین شاه به دست خادمش داشته اونجا پاچه مظفرالدین شاه رو میخارونده. فکت شماره 8 ما رو میبره به دوره قاجار. این عکس یادگاری که با یکی از اولین اتومبیل‌های وارد شده به ایران بوده اواخر دوره قاجار. کلاً دوره قاجار خیلی دوره شکوفا و باحالی بوده. با فکت شماره 9 هم میریم زمان داریوش، جایی که 44% دنیا تحت سلطه داریوش بوده و این قضیه توی گینس هم ثبت شده. و اما فکت شماره 10: تصویری که میبینید مربوط به تبلیغ پیکان تو سال 1346. پیکان یکی از بهترین ماشین‌های خاورمیانه و ایران بوده در اون زمان. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.